ما چی خبر داریم؟ سالی که در پیش روی داریم، آیا ما ای را میدانیم که سال بعدی که وقتی که می آید، ده ذوالحجه می آید، شاید من و تو در دنیا نباشیم. سال گذشته کسانی بودن که در بین ما و شما بودن، ده ذوالحجه را اگر توانستن به بندگی خدا سپری کردن، شبهای ذوالحجه را به بندگی خدا سپری کردن، الان امسال در کنار ما نیستن، اونها خاک شدن در زیر قبر هستن. پس بیاییم این شبها را از دست ندهیم، این روزها را ما به روزداری و بندگی خدا سپری بکنیم. چون پیامبرمون فرمود است که این ده ذوالحجه یک ده خاص و ده پر برکت و پر نور و پر اجر هست که ما باید اینها را از دست ندهیم. 10 روز هست، یک سال نیست، 6 ماه نیست. پس بیایید که ما به بندگی خدا بپردازیم تا که این ده ذوالحجه را ما از دست ندهیم و بتوانیم از آن